إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فریقان يختصمون. آیت 45 سوره نمل. در آیات قبلی الله داستان سلیمان علیه السلام با ملکه سبع که بلقیس نام داشت که درسای خیلی آموزنده داشت برای ازی که یک پادشاه یا کسی که سرپرست یک مملکت است چی تدابیری باید بگیره و چه قسم معلوم بکنه که با امرای کی بجنگه و امرای کی نجنگه. زن خیلی هوشیار و هوشمند بود که توانست فرق بکنه در بین از لابلای خط یا مطالبی که سلیمان علیه السلام نوشته کرده بود از او برداشت داشته باشه. هوشیاری یک انسان دیگه نمیگه پس که او با مجردی که خط مطالعه کرد، از متن خط، از محتوای خط درک کرد که خط عادی نیست، خط مهم است. از او خاطر او را در بین مشوره انداخت با وصفی که لشکر و درباریا سینه را میزد که ما توانمند هستیم و توان جنگی داریم، میتونیم مقابله بکنیم. اما زن خیلی هوشیار بود، از خوش کار گرفت که هیچگاه در مقابل حق قیام مناسب نیست و ضروری نیست که انسان در مقابل حق قیام بکنه. چقدر درس آموزنده است. یک کسی از تمام پاچایی و زیب و زینت خود چی میشه؟ تنازل میکنه و تسلیم حق میشه. این یک دلیل عظیم است. گپ دایی نیست که مرد باشه یا زن باشه، خب وقتی که حق برش واضح میشه با مجرد وضاحت حق برش تسلیم میشه. یکی از جمله فضائل یا کمالات امی زن بود که به امرای لشکر خود به بسیار عاجزی به سلیمان علیه السلام آمد و تسلیم حق شد. از او خاطر قالت رب انی ظلمت نفسی. انسان زمان خطای ثابت که خود بفهمه، برش معلومات شوه، باید بالکل اعتراف بکنه. ما انسان هستیم، از پیش ما بسیار خطاها شده، در بیراه ها رفتیم، گناه ها از پیش ما صادر شده. زمانی که امو خطایی انسان برملا میشه باید اعتراف سرش بکنه. و بعد از او گفت و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. تسلیمی ما برای الله متعال است، و الله که رب العالمین است، لیکن به همراهی سلیمان علیه السلام. دو نکته خیلی مهم در اینجا واضح کرد. اول مسئله است که این تسلیمی برای شخص نیست، این تسلیمی برای حق است. او حق ولو که امو شخص بسیار از نگاه قوت و از نگاه جمال و از نگاه جسم ایج ضعیف باشه، چون که حق امرایش است، تو تسلیم حق میشی و حق از جانب الله متعال است. پس تسلیمی حق تسلیمی بر رب العالمین است. دوم نکته را که بسیار مهم نکته اشاره کرده مع سلیمان، تسلیمی حق این ده همراهی سلیمان علیه السلام حاصل میشه، بدون همراهی حاصل نمیشه. اگر یک انسان الله را قبول داره اما رسالت پیغمبر را قبول نداره، عبادت الله را قبول داره اما نحوه یا طریقه عبادت به مثل طریقه پیغمبران قبول نداره، مؤمن شدن نمیتونه. از او خاطر است که ما نیاز داریم که عبادت به طریقه پیغمبر بکنیم. اگر عبادت ما هر قدر عبادت خوب باشه به طریقه پیغمبر نباشه، مورد قبول الله متعال قرار نمیگیره. ملکه سبع بلقیس آنقدر زن زیرک و هوشیار بود که هر دو موضوع توحید و موضوع رسالت مکمل اقرار میکنه و خود تسلیم میکنه. آلی دیگه حکایاتی که در این مورد در بعضی تفاسیر نوشته شده که او را با سلیمان علیه السلام به نکاح کرده و نکرده، او موضوعات اسرائیلی است. قرآن کریم در اون نکته ها هیچگاه اشاره نمیکنه، بلکه به اون نکاتی که خیلی ارزنده و مهم است به اونمون نکات اشاره کرد. برای ما واضح شد که انسان تسلیم حق شوه زمانی که خطای خود بدانه. و این دلیل شد بالای ازی که همیشه اینطور نیست که مردا کامل باشه، شده میتونه زنایی پیدا شوه که هوشیاریش از صدها مردا کده زیاد باشه. درباریای بلقیس خیلی زیاد بودن اما فکرشان و نظرشان در برابر فکر و نظر بلقیس خیلی زیاد پایین بوده. او درک واقعیت که بلقیس داشت افرادی دربارش نداشت. در اینجا الله متعال داستان سمودیا را که صالح علیه السلام برشان الله متعال روان کرده دعوت داده او را ذکر میکنه. پیش ما و شما گفتیم
اصل هدف در اینجا ایسته کدام مبارزی که انبیاء علیهم السلام با قوم خود کرده، آخر قوم چی کارایی کرده و سرنوشت قوم به کدام سرحد رسیده. الله متعال دعوتگرا انبیاء علیهم السلام به امرای تابعینش او را نجات داده و دشمنایش هلاک کرده. الله متعال داستانا را در حقیقت تنبیه و آگاهی برای ماست که اگر برای ما حق میآید سرپیچی میکنیم، بهانه ها میکنیم و کسی که حق آورده در مورد از او تهمت ها میکنیم، سرنوشت ما اینمی رقم است. ما به این سعی نمیکنیم که سخن کی میگه، ما به این سعی میکنیم که سخن از کجاست. اگر سخن از کتاب الله و سنت رسول الله بود او قدر و قیمت داره. ما به دهن شخص سعی نمیکنیم که شخص کدام شخص است. ولقد ارسلنا الى ثمود، ما روان کردیم به ثمودی اخاهم برادرشان صالح علیه السلام. این برادری نسبی از یا بوده و اشاره قرآن کریم بر ریاضی اشاره میکنه که یعنی حسی خیرخواهی برادرانه در صالح علیه السلام موجود بود. از جمله امی حسی خیرخواهیش دعوت به سوی توحید الله متعال است، چرا که اولین خیرخواهی یک برادر مسلمان برای برادر دیگیش امیسته که او را به سوی عبادت الله و به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت میده. از او خاطر در جامعه هر کسی امی حس دعوت به سوی توحید الله را داشته باشه، انشالله ای امو شخصی است که در نقش و قدم انبیاء علیهم السلام روان است. کسی که اینطور موقع برش میسر میشه که یقینا در زندگیش دعوتگر جور میشه، این نعمت بزرگ الله متعال است، شکرش بعد ادا بکنه. از او خاطر صالح علیه السلام برای قوم خود دعوت میده. چی را دعوت میده؟ اول چیزی که دعوت میده عقیده است، چرا که عقیده جور نشه و اعمال جور نمیشه. اعمال ثمره عقیده است. ان اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنید. اول دعوتش همیسته. صحیح که انبیاء علیهم السلام برای خود دعوت نمیده، عبادت یک الله را بکنید. فاذا هم فریقان یختصمون، ناگهان دو جماعت شدن که و ما بین خود کشمکش شروع کردن. قانون الله متعال میطور است. یک جماعت مردمای مستضعف، مردمایی که او قدر زیاد کبر و غرور و ایگا پاره نداشتن، زندگی مرفه نداشتن. یک تعداد مردم که و همیشه از دین گریز میکنه. چرا؟ به خاطری که اگر دین بپذیره خواسته های از و محدود میشه، خواهشاتشان محدود میشه، اسلام برش باز اجازه نمیده. از امو خاطر همیشه سرکشی از دین کسانی میکنه که حتما در فساد آغشته است. از امو خاطر نمیخواه که دین بپذیره، به خاطر که امو فساد باز انجام داده نمیتونه. اینجا دو فریق شد. یکی فریق مستضعف بود، مردمایی که یقینا دعوت پیغمبر صالح علیه السلام به دیده قدر سعی کردن، پذیرفتن. یک طایفه دیگه که و امو خواهش پرستا بود و این دعوت صالح علیه السلام قبول نداشت. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه. این مردمی قدر نعوذ بالله در فساد غرق بودن که به صالح علیه السلام میگفتن بیارم عذابی که ما را میترسانی اگر تو توان و قدرت داری، اگر گپت حق است. تاسف در اینجاست که در این عصر حاضر ما بس اوقات امیطور چی میکنه، برو اگر تو حق باشی چیستا الله مرا در جهنم ببره، اگر تو چیستا نعوذ بالله. اینطوری بددعاها را برای خود یک تعداد مردم میکنه. صالح علیه السلام به قوم خود میگه انبیاء علیهم السلام چقدر حوصله بزرگ داره و چقدر حس چی خیرخواهی داره. یا قوم، بازم به قوم صدا میکنه به کلمات خیرچی محبت. لما تستعجلون، چرا میشتابید به طلب کردن السیئه؟ مراد السیئه اینجا عذاب است. چرا عذاب شما به جلتی طلب داره قبل الحسنه، پیش از رحمت الله؟ بان این دعوت به سوی توحید الله، دعوت به سوی رحمت الله است. این را شما ترک میکنی میگه عذاب بیا. لولا تستغفرون الله، چرا بخشش طلب نمیکنی؟ ایام سابقه و زندگی سابقه تان چقدر تیره و آلوده تیر شده، چقدر در گناه غرق بوده. چرا وقتی که دعوتگر حق براتان آمد، برایتان اعمالتان خب معلوم شد که در حالت سیاهی تیر شده، حالت خراب تیر شده، دستی استغفار از الله طلب بکنی و این را بگوی که الله نمیدانستیم، شکر الله را بکشی که الحمدلله نعمت عظیم توحید بر ما نصیب شده. شما بجای از او راه ازی را میگیری که عذاب سرم بیار و ماندنیت نیستیم. امروز هم اینطور است. اولین دشمن این مردم کسی است که را به سوی یکتاپرستی الله دعوت میدی. کل عمر امامت کو، هیچ گپ نیست، هر چیز که میگی بسیار گپا را بزن، خب فقط یارا نگو که
یک الله را به یگانگی بپرستی و غیر از الله دیگه کس هیچ کار کرده نمیتونه. فقط وقتی که از قبر پرستی و شخص پرستی من نمیکنی، آلی دشمنی بزرگش هستی. زمانی که را در راه حق دعوت میدی و در مقابلت میخیزه. ولی مناسب است. صالح علیه السلام میگه خطاهای سابقیتان که آلی براتان واضح شد که ما چقدر در آلودگی و تیرگی وقت تیر کردیم، تاریکی وقت تیر کردیم، و استغفار طلب بکنی. مسلمان و شما همینطور بودیم. همین حالتایی بود که ما نعوذ بالله الله را نمیشناختیم و الله این عقیده را نصیب ما کرد. لعلکم ترحمون، به خاطر که سرتان رحم کرده شود. این دعوت بسوی ازی نیست که الله نیاز داره، سری شما رحم کرده شود. این موضوع خودتان است، به نفع و نقصان خودتان بر میخوره. چرا اینقدر هوشیار نمیشه؟ اگر امروز یک آدم دعوت توحید میدی و او میگه نمیپذیرم، خانه کی را خراب میکنه؟ خانه خود خراب میکنه، در بدر خود میشه. تو باید شکر الله را بکش که الله دمی طور سر وقتی که ما زنده استم، در قید حیات استم، وفات نکردم، عقیده صحیح برام آمده، شکر الله را بکش. یک تعداد دوستا را ما بارها میگیم که در حالت ریش سفیدی رسیده و الله عقیده توحید نصیبش کرده، تابعداری سنت رسول الله را، شکر الله را زیاد بکشه. اگر به می حالت وفات میکردی، سرنوشتتان در کجا بودی؟ قرآن است، کتاب الله بیان میکنه، ما نمیکنیم. ما کسی را نه دوزخی جور کرده میتونیم نه جنتی، هیچ کدامش جور نمیتونیم. کتاب الله بیان میکنه که کدام عقیده سبب دخول جهنم میشه و کدام عقیده سبب دخول جنت میشه. در این طور موقعی که دعوت دین برات میرسه، تو باید قدر امو دعوتگر آنقدر بکنی که هیچ پرسان نکن که الله برات اجر بده که موضوع را زودی کده برای ما بیان کردی قبل از اینکه ما از این جهان سفر بکنم. این بسیار نقطه مهم است. قالوا طیرنا بک و بمن معک، یا میگه که نه، ما منحوس قدم شما را بسیار منحوس میدانیم، شگونی بد گرفتیم به تو و به من معکه، به او کسایی که همراه توسته. این خوشسالی ها، این بدبختی ها از دست تو آمده. تأسف در اینجاست که قدرت الله متعال چی میگن؟ میگه تا که اینمی آدم آمده اینی کارا را میکنه، ما در بدر شدیم. جاله میشه، چیسته سیلا میشه، اینطوری گپا میشه. در اون زمان برای انبیاء علیهم السلام مردم بدبخت امیره میگفت. این نتیجه اعمال ناشایسته خود نمیدانست که الله متعال قهر و غضب کرده و ما دوچار این بدبختی استیم. امور به مردمان نیکی که دعوت به سوی دین میداد سری از او میانداختن که تا شما پیدا شده اینی طور حالت سر ما آمده. قال طایرکم عند الله، صالح علیه السلام حوصله را دست نمیده، میگه نه، طایرکم امی شگونی بد شما به نزد الله متعال است، یعنی خیر و شر در اختیار الله متعال است. این به کسی تعلق نداره که از جهت کسی اینی کار میشه اینی کار نمیشه. این کارا کلش در اختیار الله متعال است. طائر به خاطر میگه شگون نیک و بد در زمان جاهلیت عربا همی کار میکردن. زمانی که میخواستن یک کار انجام بده، یک سفر بکنه، یک نوع پرنده را خصوصا بومه میخستاندن، از چی میپراندن. اگر طرف راست پرواز میکرد باز همون کار میرفتن انجام میدادن، اگر طرف چپ میپرید خلاص دیگه ایره بند میکرد. با تاسف امو بدبختی و شرک فی الحال در جامعه ما وجود داره. با اینطور مردم هست که موتر بکشه، میگه فلانی داده میروی مامت موتر پس میاد گراج میکنه، میگه من امروز روزی خوبی نمیبینم. این گپ غلط است، نادرست است. ایره کی گفت؟ دیگه اگر صبحی برآمد چیستا روبا سگ داده میرویش آمد، ای میگه که الله خیر پیش کنه. این گپا غلط و نادرست است. همه چیز که است از جانب کیست؟ الله متعال. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما قومی هستی که مورد آزمایش قرار داده شده اید. در مقابل ما دعوت حق براتون بیان میکنم، اما آلی دیده شود که کی میپذیره اطاعت میکنه و کی سرکشی میکنه. این سبب آزمایش امتحان شماست که کی موجب رحمت الله قرار میگیره و کی چیست موجب عذاب الله. یا تفتنون به معنای اینجا یعنی چیست؟ شما قومی هستی که به عذاب مبتلا کرده شده اید، چرا که از فکر و تأمل کار نمیگیری. همینطور مقابله را در مقابل پیغمبر شروع کرده. مهمترین شخص خیرخواه، دلسوزترین مردما که یا دلسوزی سرتان داره، شما در مقابلش قیام کرده، از او خاطر در عذاب واقع شده نیسته. یا معنای تفتنون است که با واسطه امی فال بد گرفتن، شگونی بد گرفتن، شما را شیطان در فتنه انداخته.
در شرک انداخته. این سبب شرک است. هر کس که شگونی بد میگیره این شرک است، به خاطر که امرای الله، در امور الله، در اختیارات الله غیر الله را شریک میدانه. چرا سرنوشتی تو کلش در پیش الله است، در اختیار الله است، و تو میگی که نه پرنده اگه این طرف بره و این فلانی چیز در دمی رویم بیا اینی طور میشه. این گپا کلش غلط و نادرست است. الله ما را نگاه کنه. و کان فی المدینه 9 رهط بود، در شهر 9 نفر بودن، لیکن این نفرها کلش سردارا و کلانا بوده، هر کدامش دل داشت. دل این همی مردمای اوباشو چی هستن؟ نعوذ بالله مفسد بود. همیشه وطن که تباه و برباد میشه از دست دلبازی میشه. تا زمانی که این افغانستان شما گاهی هم آباد نبینه، تا زمانی که یک والی دولت خود ایج نوچی تندیی برای مرکز نداره، دل به خود جور کرده، این وطن شما آباد نمیبینه. چرا که دل و دلبازی است. در او زمانم فساد پیشه مردم امی دل بود، هر دل چیزی که دلش میخواست میکرد. چرا زیر قانون خود قرار نمیدادن، زیر تابعداری حکومت مرکزی نمیشدن، از همون خاطری گپا بوده. یفسدون فی الارض، که فساد میکردن در زمین، بزرگترین فساد. مردم دعوت به سوی شرک، دزدی، زنا، نعوذ بالله فحاشی، کلی کارا را انجام میداد. ولا یصلحون، اصلاح نمیکردن. چرا؟ اصلاح وقتی میشه عقیده درست شوه. عقیده که درست نباشه از کجا اصلاح بیاید؟ هر کدام در صدد عزیزته که آمال و آرزوی خود پوره بکنه. امروز بسیار مردم مسلمان فکر میکنه دنیای غرب پیشرفته شده. چرا؟ به خاطری که بسیار از نگاه زندگی مادی پیشرفته شده، خبر نداره همون زندگی مادی از این از کجا جور شده. و خود دزداسته، تمام ممالک غریب و بیچاره را دزدیده، سرمایه های قیمتی از واره و گرفته، مردم نعوذ بالله عاجز کرده. آلی نفت و تیل کلش در زیر تسلط خود میاره. و خو اصلا دزداسته. اگر ما ببینیم که یک دزد در بین شهر کابل بسیار یک قصر مجلل جور کرده، مردم افسوسش میخوره چقدر خوب قصر داره، خبر نداره که خو مال مردم دزدی کرده، قصر جور کرده. مستی که امروز قماندانا را بلدینگایش مردم افسوس میخوره، خبر نداری. این افسوس نخور، او خو مردکم مال مردم چور کرده، بلدینگ برای خود جور کرده. این کمال نیست و این اصلاح نیست. چرا؟ او همیشه به خاطر پوره کردن خواسته های خود هیچ حد و مرز نمیشناسه، نه رعایت چیرم قانون اسلام داره، بس امو مطلب خود پوره میکنه. در قصه تو نیست که چی میکنیم. قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه، گفتن در بین خود قسم کردن به نام الله. از این معلوم میشد که یا مشرک بودن، الله را میشناختن. تقاسموا بالله، قسم کردن به نام الله، لنبیتنه، خامخا ما شبخون میزنیم بالای صالح علیه السلام و اهله، و بالای اهلش. چی دشمنی داره؟ چی را از پیش صالح علیه السلام گرفته؟ ببینی قرآن چقدر حقایق برملا میسازه. صالح علیه السلام آدم خیرخواه، عاجز، بسیار مردم دعوت به سوی یک تا پرستی الله میده، اما مردم میفهمه که اگر ما این دین بپذیریم و خواسته های ما پوره نمیشه، ما در دین محصور میشیم، دین برای ما حد و مرز میگذاره، ما اینطور نمیتونیم که در جای دست پرتیم. از همون خاطر آدم خیرخواه را کسی نمیگذاره که چند روز در منطقه چی دعوت بکنه. از اون خاطر در بین خود چی کردن؟ مشوره کردن که چی کار بکنیم، چی کار. به خاطری که صالح علیه السلام هم صاحب قوم است، از اون خاطر که قوم در مقابلش قیام نکنه، اگه یک نفرش باشه 9 نفر توافق میکنه و بعد از اون شب سرش حمله میکنه، به خاطری که شناسایی نشوه که کی سری از این حمله کرده، شناخته نشوه، مورد ملامت هم قرار نگیره. در او زمان هم شیطان های وقتی همی قسم مشوره ها داشتن، همی قسم توتیه ها داشتن. امروز هم استعمار جهانی همی قسم توتیه داره، جمع میشن به نام حقوق بشر، بین خود تعهد امضا میکنه به نام سازمان ناتو، ممالک مستضعف مسلمان از زیر چیست تسلط خود آورده رویسته. چی ضرورت است برای ازو که بره در یک مملکت؟ خو عجیب است در افغانستان برای یک موضوع که او هم احتمال داشت نیروهای تا آوردی به خاطر که ما القاعده را نمیمانیم، اما خیلی از ما کده نزدیکتر برای سوریه هم است، غزه هم است. اسرائیل کدام جنایت است که فعلا نمیکنه؟ شما دیدید در فیسبوک ها اطفال که کلاش در کدام سرحد رسیده؟ شما در این روزا میبینی یا نمیبینی در اینترنت که چی حالت سری غزه آمده رایسته؟ کجاست همی حقوق بشر؟ کجاست همی سردمدارای همی جنایت؟ والله قسم از امریکا که در جنایتکار در جهان دیگه کس پیدا نمیشه. همی اسرائیل فقط چونی عزیز
گروپی عزیز، کندک عزیز، کلی کارا را اسلحه را امیا برش داده رویسته. اما افسوس است که نظام طاغوتی جور کرده، پاچاهای ممالک اسلامی چاپلوس برای امی ابرقدرت ها شده، میترسه از چی خود؟ مقام و منزلت خود، از موقف خود. مولا امام از موقف خود میترسه، حق بیان نمیکنه. پاچاهای ممالک اسلامی از موقف خود میترسه که از پاچای دور نشویم تسلیم امی استعماری بدبخت شده، امی طاغوت شده. ادناترین عکس العمل شما میبینی از ممالک اسلامی در مقابل غزه هیچ وجود نداره. چی؟ یک نه تظاهرات است که به اصطلاح ازیا که دمو دموکراسی باشه، اگر چی در اسلام تظاهرات نیست. به جای از اینکه تظاهرات بیرون برای امرای مردم بند بکنیم، آزار و اذیت مردم بکنیم، بعضی مردم ها یا باش چور و چپاول شروع کنه، به جای از او از دعا کار بگیریم. شب بخیزید، شبای خیلی مهم است، خیلی بهتر است. قیام اللیل بکنید، قنوت نازله بگویید. به جای اونمو چیزی که در شریعت برای ما بیان شده امداد بکنیم، کمک بکنیم، برویم. چی گپ است؟ جهاد است. در جهاد هر سرزمین در مقابل طاغوت هر انسان میتونه جهاد بکنه و باید بروه. مملکت اسلامی باید مانع نشه برای افراد خود زمانی که میروه در مملکت برای جهاد. اگر مانع میشه خو از که در طاغوتی بزرگ دیگه نیست. اول جهاد باز قطعی حکومت به درد میخوره. لیکن امروز شما میبینی که مسلمانان در کدام حالت قرار داره؟ چرا؟ مرزبندی کرده. مرزبندی، این مرزبندی این بیدینی است. از خاطر ما را از هر طرف محاصره کرده. اینمی شیطانت و امی توطئه‌گری در اون زمان هم بود، این دی زمان هم است. ما بین خود توافق میکنه، جایی که هدف دنبال میتونه اسلام سرکوب کرده میتونه کلشان از یک جا سر میکشه. زمانی که 10 نفر یک طرف میشه، یک نفرش چی میکنه؟ ویتو میکنه، میگه چی بری خود. 5 نفر در بین خود بر قدرتای چیست جهان، اما مردمایی که خود میگه ماستیم، در بین خود کمیته را در اختیار خود گذاشته. اگر میخوان در جای حمله کنه کلگیشان از یک جا سر میکشه، ولی در جایی که اسلام سرکوب میشه، در جای دیگه کی چی میشه؟ هیچ گپی نیست. خو افسوس است، به الله قسم واخو بی از معلوم دار گپ است. یهودیت و نصرانیت در ضد اسلام است. ما افسوس به حال یک تعداد چاپلوسای مسلمان میکنم که چاپلوسای مسلمان بازم در دامن شرق و غرب خود بند کرده، دست خود انداخت از جاگیز گرفته که ما را نماند. مرد در روز قیامت پیش الله میری و مردکه زندگی با غیرت تیر کو. خیر است، این زندگی به الله قسم باقی ماندنی نیست. ظاهرشاه درفته، داوودی درفت، ترکی و خرکی و کارغل و بگوی لعین و کلش رفته. گون خریشکشان باقی نمانده دور از مجلس. خب لیکن تو میری، لیکن یک زندگی با ابرو با عزت به درد میخوره. همیشه در دامن یهود و نصارا خدا پرتو که ما میمرم. اینطور نکوی. عزت و ابرو در پیش الله متعال است، رزق در پیش الله متعال است، پیشرفت اقتصاد در پیش الله متعال است. به الله قسم که ما رجوع به کتاب الله و سنت رسول الله بکنیم، از زی نعوذ بالله خرسای غرب و شرق بالکل ما مستغنی میشیم، هیچ برش نیاز نداریم. یا گرفته ما را یک دهکده را برای ما نمان، ما این گذاری کردن، نهرها خوش شد. به خاطر چی؟ خمیاب ما این گذاری کردن، همی اسلحه غلط آورده، هر روز اطفال ما یک تا و دو تا شهید شده رایستن از دست همی استعمارگرا، همی ظالما.